سلام عرض میکنم با کلی تماشابینان سامانه رحیم پروداکشن و با کلی آن افرادی که این لحظه من و اپای نازنین ما رو تماشا کردن. خوش اومدی اپا جان. زنده باشین، سلامت باشین. و دوستان عزیز چنونه که میدونید در انامو بالای کور نایستگی که ویدیو ابراشین اپای گنجینه رحیم ویدیو ابراشین ما با این خاطره که ما تصمیم گرفتیم که نمی اپای مهربانه در صحنه‌های نوبتی همراه گروه خودمون اپای سیرابونو قوش و شیرالی کلمر دیگر نفرایی که هستن همراه خود بگیریم. انم چهره شناخته گروه ما دختر در جای انام نفرای اومدن رفتن و بوم میروند اپای گنجینه بونو رو آوردیم. این همه ما در پرومای افیر گفتم با خواهش دل هر یک کدام شما بود. شاید بسیار نفرها ناراضگی بیان کنن، روزگی بیان کنن، همه چیزا در انام رفتی صحنه ها میفهمیم که چقدر اپای ما را دستگیری میکنیم، چقدر در گروه ما رول بازی کنیش معلوم شود. بازی سخن رو از دهان لقمان و شیرینه میگه اپا جان ما یک دو سخن میکنه همه کسا با دقت گوش میکنیم. زنده باشین. تو اپا جان ما یک جو سر میکنید یک جو بود میکنید. سلامت باشین. اکای رحیم راستی گفت ما سخن شما را رد نکردم اومدم. ما که شما را گفتیم گپ خوش رو میدانم میشناسم. برایم که گفتم که خیلی راست که شما هم در چیزی ما چی میگن یعنی که ما تکیه کردن. بله بله. ما هم رد نکردیم اومدیم برای که من شما را خیلی دوستی نزدیک پیش نمیدانم. همچون دوست برین اومدم خیلی اشتراک میکنم با دستگیری شما مخلصان، با دستگیری که شما ما را میکنین، لایک های اختنا میمونین و کامنتاری های اختنا میگذاریم دما. انشالله ما یکان چی گفتیم گپا سانوی ای اکای رحیم کمتر بواو میکنیم انشالله. انشالله باوری کامل دارم. و یک چیز دیگر دوستان عزیز برادران عزیز گفتنیم که ما ویدیو ابراشنی کردم. همه ناز میدونه که مرا به نهایت دستگیری کردن که یک دختری نه یک دختری خوبی و سبب گپ مرا هر یک کدوم درک کردن گپ در باره چی میروه. ما همه شفای گنجینه برو اویدی گروه اویدی پیش که کسی اومد کسی رفت چیکار کرد همه گپ زدم. به خدای زمین تو آسمان اپا میندارم که سخنی مرا رد نکرد. یک دفعه نگفت که رحیم تو اینقدر پول مربته یا اینقدر ربطه نشد ما در گپ نزن. مثلا گفت چیزی که یکم شما گفتین من روزیم هزار رحمت کلام اپا جان عزیز که سخنی ما را رد نکردین. زنده باشین. میگم که نه هر وقت کار شما دمو میغلطه. بله اپا جان. میشود که روزش که با کاری ما در شما میغلطه. بله اپا. برای مو دستگیری همدیگر ممکنه انشالله کاراتون قرار میگیره. ما هم دستگیری کردیم انشالله شما هم آینده دمو را یکون دستگیری میکرده کستین. برای مو مخلصای عزیز پادپیشچیکای رحیم پرو اگر چند قیق میتونین همین دستگیری شما پیشروی مو است. بله. یا نه؟ بله اپا جان. برای ما انتظاریم که همین یکم سنه که میبروریم میبینیم کامنتاری در چی میشه و چی نمیشه بعدا با سنهای دیگری شاپی میکنیم. اگر که بینیم که سلیش کم رسمات رو کم گرفت کامنتاری کم گرفت ما همون چیزا دیگه بس میکنیم. شرطی ما هم میایم باینده. اینا دوستان عزیز انشالله باوری دارم هر یک کدوم شما دستگیری میکنین همه شما رو میندارم. فقط یک چیز بسیاریم دوستان عزیز که اپای گنجینه بونو را و اهل گروه ما را دستگیری کنین. انشالله باوری کامل دارم که به همه قلوهای بلند میرسونیم. فقط ما تکیه اول به خدای مهربان دیم با شما میکنیم مردم غریب انام نفرانی که ای پیشتن اما کامرا یا تلفن‌های خود ما را تماشا کردین شما ما را دستگیری کردین ما با همه آرزو و هوسمون میرسیم. اگر دستگیری نکنین این کوشش ما با فکرم بفایده. بفایده. ما همین برای خرسندی شما مهنت میکنیم که تا شما مردم غریب در غریبین یاد میکنیم وطن اختونه هموطنای اختونه. برای هم که ما کمی هم باشه دست ما بیایم ما شما را دستگیری میکنیم یا خرسند میکنیم ده. بله بله. همین کم ترک خانن خوشحال شد میگم که کار اومده خسته این 24 ساعت درنی وای فای اینترنت همین کلا تماشا میکنیم با تجربه خودتون ما را یا نه. بله خیلی دوستان عزیز گپ از زیاد نمیکنیم گپ بیشتر بسیار خدا نگهبان باشد. یک چیز دیگر هم گفتن اونو روزهای نزدیک با یک برنامه عالی جناب دیگه همراه اپای گنجینه میبره که برای چی در بسیار برنامه میگه که من شوهر نمیکنم شوهر کردنی نیستم لیک شوهری روزنین میشوه. واسه این چیزا پرگام میزنه فقط اجازه کنید خدا نگهبان دوستان عزیز.